درود، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با مجموعه کتاب‌های خندان. مطمئناً ما تا به حال کتاب‌های ادبی زیادی خوندیم، مثل مثنوی معنوی، گلستان، کلیله و دمنه و غیره. شاعرای مجموعه خندان اومدن با حفظ سبک نوشتاری و زبان خوانش اصلی این کتاب‌ها شعرهای جدید خلق کردن که این کتاب‌ها نقیضه‌ای نام دارن. نقیضه یعنی شاعر با حفظ سبک یک شاعر قدیمی تر و کتاب اون بتونه شعرهای بروزتر با دغدغه‌های جدیدتر بنویسه. یکی دیگه از ویژگی‌های کتاب‌های نقیضه‌ای چاشنی طنز اونهاست که باعث میشه با بتونیم خیلی قشنگ‌تر و واضح‌تر مفهوم شعر رو بفهمیم. تا الان تونستیم بفهمیم که موضوع کتاب‌های خندان چیه. جالبه بدونید که این مجموعه 6 جلد داره و هر جلد به یک کتاب کهن پرداخته شده. کتاب اول خلستان، نقیضه‌ای بر گلستان سعدی و با نویسندگی سعید سلیمانپور. کتاب دوم لبخند با کلاس با نویسندگی اسماعیل امینی، برگرفته از کتاب نساب النسبیان. کتاب سوم تلنگرز با نویسندگی شروین سلیمانی و برگرفته از مثنوی معنوی. کتاب چهارم طاووسنامه با نویسندگی مصطفی مشایخی و نقیضه‌ای بر قابوسنامه. کتاب پنجم گلشاد گلنوش با الهام از کتاب کلیله و دمنه و نویسندگی گیتی سفرزاده. کتاب ششم کله همایونی با نویسندگی عبدالله مقدمی و نقیضه‌ای بر روزنامه خاطرات قاجاریه. طراحی جلد و نقش و نگارهای کل کتاب هم به عهده علیرضا پورکیف هستش. حالا بریم که چند قسمت از این کتاب‌ها رو بخونیم. اولین کتابی که میخوام براتون بخونم لبخند با کلاس هستش با نویسندگی اسماعیل امینی. این کتاب حدوداً 50 تا صفحه داره و 20 تا فصل. من الان میخوام فصل 19 هم رو بخونم به اسم بحر مکتظب که در شرح و بیان انواع خوردن سروده شده. تق 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 ضربه میخورد بر در، میتپد دل فرزند، خنده میزند مادر. دایی آمده به به، چراغ روشن کن، فاعلات و مفعولون، فاعلات و مفعولون. بحر مکتظب از آن میدهد تو را تعلیم، شاد و سرخوش و خندان میشود به تو تقدیم. درس اصلی این فصل بحث خوردنی ها بود. هر که هرچه هر جا خورد جز مبحث ما بود. یونجه میخورد گاو و قصه میخورد انسان، باد میخورد طایر، گاز میخورد نیسان. میخورد زمین کودک، میخورد زمین مسئول. چشم این یکی پر اشک، جیب آن یکی پر پول. حرص میخورد مادر، بچه امتحان دارد. قلس میخورد فرزند، خواب بیکران دارد. زنگ میخورد به به، وقت زنگ تفریح است. چیپس میخورد شاگرد، جزوه زبان در دست. دود میخورد انسان، چون که ساکن شهر است. در هوا نه اکسیژن، سرب و ذره و زهر است. آسمان آبی را خورده تیر ماشین ها، گوش آسمان کر شده از پروی ماشین ها. دانه میخورد جوجه، جوجه میخورد انسان. آتش کباب آنجا آتشی زده بر جان، چون که میخورد آتش جنگل و درختان را. بکشم پر از جوجه، منگر اینک انسان را. رشوه میخورد انسان تا شود شکم گنده. اون کلفت و گردن و پهن هیکلش برازنده. فحش میخورد مظلوم، چون که معترض گردد. هر که معترض گردد زود منقرض گردد. باد میخورد آدم تا فقیر و بی پول است. چنجه میخورد آدم تا مدیر و مسئول است. کوه میخورد آدم، دست میخورد اسناد. روی قله ها شهرک، شهرکت مبارک باد. مهر میخورد نامه، نامه لای پرونده. سهم این طرف گریه، سهم آن طرف خنده. هرچه خوردنی بوده خورده جمله را از دم. دیو آدمی خوار است ظاهرا ولی آدم. ای تو ظاهرا آدم، پرخوری زیان دارد. آدم شکم پرور دیو در نهان دارد. کتاب بعدی که میخوام براتون بخونم طاووسنامه هستش، اثر مصطفی مشایخی که حدوداً 60 صفحه داره و 21 باب.
من الان میخوام براتون باب 7 رو بخونم. فرزندم، از جمله عادتی که آدمی را از کار زندگی باز همی دارد، زیاد خسبیدن است تا پرخواب با حرکات کششی و پیچشی از تخت خواب برآید و خمیازه کشان شلخته را افتد اتوبوس سعادت به مقصد رسیده باشد. آن را که در پرخوابی رکورد همی شکند، نه تنها بر سکوی قهرمانی ننشانند و مدال افتخار بر گردنش نیاویزند، چه بسا وی را از کار نیز بیکار کنند. آورده اند. نگهبانی به دربار سلطان رفت و گفت توش خوابی دیده‌ام. سلطان فرمود تعریف کن. نگهبان زبان به تعریف خواب طولانی خویش گشود و چون به تمامت گفته آمد پرسید ای سلطان، خواهم بدانم تعبیر خوابم چیست؟ سلطان گفت تعبیر خواب تو این است که دیگر نگهبان خزانه سلطان نباشی. وقتی چنان سنگین بخسبی که خوابی بدین درازی بینی، به درد نگهبانی نخوری. دلبندم، گونه ای از یاد خوابان هرگز صبح را از نزدیک ندیدند. حتی لنگ ظهر نیز با بوق شیپوری سر از بالش برگیرند و چون از رخت خواب جدا شوند هنوز 75% از وجودشان خواب است و چند ساعتی زمان هم می‌برد تا یخ خوابشان با بدهد. امیدوارم که کتاب مورد قبولتون باشه. ممنونم که تا اینجا بهم گوش دادین. حتما نظراتتون رو توی کامنت ها بهم بگین. بدرود.